پیوستی صدها نفر به فلشموب عبدالله شمس‌الدین کجاست؟ باز زمین لرزه در نزدیکی کولی سرریز زمین را تکان داد. یک مقام ارشدی داعش در افغانستان کشته شد. نورالله علیف نخستین مبارز تاجیک در UFC پس از اولین پیروزی پدی پیمبلتی بریتانیایی را به اکتاگون دعوت کرد. صدها نفر فعالان شبکه‌های اجتماعی با سؤال عبدالله شمس‌الدین کجاست فلشموب راه اندازی کردند. آنها با برداشتن عکس عبدالله شمس‌الدین که زیرش با چند زبان همین سؤال نوشته شده است عکس و نواربرداری نموده در شبکه‌های اجتماعی پخش می‌کنند. با این فلشموب همچنین فعالان مدنی آلمانی و همکاران آلمانی عبدالله پیوستند. شرکت کنندگان این فلشموب از چند کشور اروپا از جمله لهستان، آلمان، لیتوا، فرانسه، اتریش، آمریکا و غیره صدا بلند کردند. آنها میگویند سؤالشان نه تنها به رژیم خودکامه تاجیکستان نگرانیده شده که بیش از 40 روز است هیچ معلومات درباره عبدالله شمس‌الدین ارائه نمی‌کند، بلکه میگویند سؤالشان به مقامات آلمان هم هست که یک مهاجر را به دست حکومت دیکتاتور سپاریدند و با وجود اینکه خلاف وعده اش او را بازداشت و بی‌درک کرد هیچ واکنشی نشان نمیدهند. گفته می شود گروهی از فعالان حقوق بشر نیز به فلشموب پیوستند. فعالان میگویند تلاششان برای آزادی عبدالله شمس‌الدین تا زمانی که او به نزد همسر و 2 فرزندش باز نگردد قطع نخواهد شد. گفتنی است عبدالله شمس‌الدین روز 18 ژانویه از سوی پلیس آلمان به تاجیکستان استرداد شد. بعد رسیدنش به تاجیکستان تا حال از او درکی نیست. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان رمضان رحیمزاده و دادستان کل کشور یوسف رحمان در نشست سالانه مطبوعاتیشان گفتند که هیچ اطلاعی از عبدالله شمس‌الدین ندارند. پیوندانش میگویند هرچند با مکتوب رسمی به مقامات تاجیکستان برای پیدا کردن عبدالله شمس‌الدین مراجعت کرده اند تا حال جواب نگرفته اند. باز زمین لرزه در ولایت مختار کوهستان بدخشان در نزدیکی کولی سرریز زمین را تکان داده است. در این باره امید یوسفی رئیس دفتر مطبوعاتی کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان خبر داده گفته است که زمین لرزه دیروز صبح 28 فوریه ساعت 9:21 به وقت محلی به عمل آمده است. به اطلاع منبع مرکزی زمین لرزه در 390 کیلومتری جنوب شرقی شهر دوشنبه، 58 کیلومتری غربی ناحیه مرغاب و 63 کیلومتری شرقی کولی سرریز در حدود ناحیه مرغاب ولایت مختار کوهستان بدخشان واقع بوده است. به گفته کارشناسان تاجیک شدت این زلزله 5 درجه بوده، همگی 3 بال به خروق رسیده است و در نتیجه زمین لرزه تلفات و خرابی ها به مشاهده نرسیده است. یادآور میشویم که در این منطقه روز 23 فوریه زمین لرزه 7.3 درجه‌ای ثبت شده بود که حتی در چند کشورهای همسایه نیز احساس شد. از بس که این منطقه ریلیف کافی کوهی و بیابانی دارد کسی آسیب ندیده است. گروه طالبان یک مقام محلی ارشد داعش را در کابل پایتخت افغانستان کشته اند. به گفته ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارات اسلامی افغانستان، این فرد قاری فاتح نام داشته رئیس اطلاعات و عملیات داعش خراسان بوده است. در بیانیه امارات اسلامی که دوشنبه شب منتشر شد آمده است که وی روز یکشنبه در جریان تبادل آتش از پای در آمده است. ذبیح الله مجاهد گفته است که قاری فاتح مسئول مستقیم حملات اخیر به کابل به ویژه حمله به مکانهای دیپلماتی و مساجد بوده است. شورای امنیتی سازمان ملل متحد سال گذشته میلادی از قاری فاتح به عنوان یکی از رهبران اصلی داعش خراسان و مسئول هدایت عملیات نظامی در ایران، هند و آسیای مرکزی نام برده بود. داعش خراسان در ماه‌های اخیر چندین حمله در افغانستان انجام داده بود که اهداف آنها عمدتاً اقلیت‌های مذهبی و دیپلمات‌ها بوده است. حمله انتحاری داعش به وزارت خارجه افغانستان در ماه گذشته میلادی دست کم 10 کشته و 53 زخمی بر جای گذاشت. در این حمله همچنین 2 تن از کارکنان سفارت روسیه کشته شدند. نخستین مبارز UFC از تاجیکستان نورالله علیف ورزشکاری بریتانیایی پدی پیمبلت را به اکتاگون دعوت کرد.
در این باره خود نورالله علیف در صحیفه‌اش در شبکه‌های اجتماعی خبر داده نوشته است که می‌خواهد با پدی پیمبلت قوه آزمایی کند. گفتنی است آخر هفته گذشته نورالله علیفی 23 ساله در سبقت UFC نخستین قوه آزمایی خود را انجام داد و با قرار اکثریت داوران به رافائل آلوسی برزیلی پیروز شد. مبارزه در لاس وگاس دایر شد. در مجموع علیف در محاربه‌های آمیخته کسبی 9 پیروزی به دست آورده است و یگان باخت ندارد. پدی پیمبلت ماه دکبر سال گذشته با قرار یکدلانه جرد گاردون را مغلوب کرد. در مجموع 20 پیروزی و 3 مغلوبیت در محاربه MMA دارد. علیف اولین مبارز UFC است که تاجیکستان را نمایندگی می کند. قابل ذکر است که ورزشکار دیگری تاجیک لایق رجبوی 32 ساله غالب دو کرته گراند پری PFL در وزن سبک با قوی ترین لیگ جهان UFC شرطنامه بست و الکی شب 4 و 5 مارس با استیبان ریباویچ ارژنتینی قوه آزمایی می کند. استیبان ریباویچ 26 ساله ارژنتینی در تاریخ محاربه های کسبیش یگان مراتب شکست را ندیده است و 11 غلبه دارد که آخرینش را ماه آگوست سال گذشته به دست آورده توماس پول را نکاوت کرده بود.